قاتل ناکامورا وارد میشد. بذارم این چی شد. خب بچه ها چطوری؟ بذار اینو من دوربین درست کنم. آها حالا درست شد. آقا آرتین اشرف ناکامورا رو برد. عجب بازی، عجب بازی. بریم نگاه کنیم 85% 75%. ناکامورا سپید دیچار کرده، آرتین هیچ. 3-4 کرده، اسب اومده F3 و اسب ارده F6. و این یکی از بازیه که حالا خوبه دیگه، من دوست دارم دیگه، دمش گرم. معمولا اینجا 3-4 میکنن که حالا ببینن که مثلا اینجا 3-6 یا مثلا E6 این چیزا مثلا گاه بیه پذیرفته نشده و اینا. اما خب ناکامو رو برمیگرده E3 میکنه. E3 حرکت خوبیه. اینجا مثلا تو دیگه داری مثلا فیل J4 کنی، نمیدونم 3-6 کنی، 3-5 کنی، دیگه بستگی داره به خودت که اتفاقا آرتین هم 3-6 کرد، ناکامورا هم 3-4 میکنه و آرتین قبل از اینکه اینجا E6 کنه که وارد گامبیه اسلاو بشه اول فیلو میاد بیرون. بچه این حرکت اول درسته، تو اول فیلتو میای بیرون بعد ایشیش نگاه کن. مثلا اگه ایشیش کنی جلو فیلت بسته میشه دیگه، ولی اول اگه اصلا فیلتو بیاری حالا هر چیزی دیگه میشه گفت که آقا اینجا یه کوچولو ابتکار عمل بهتری داری. اینجا بعد از فیل فنج اسب 3-3 دقیقا همین دیگه. ناکن چقدر خوشگل تر شد، چون خیلی جذابیه. اما ناکامورا میگه زکی خیال باطل، آناناس، اسب H4، من دو فیلتون میخوام. چندین تا لاین وجود داره که حالا آرتین فیل یشیش انتخاب کرد، اینم زد و زد، ولی لاینی که حالا بعضی موقع بازی میشه که بخواد سفید رو اذیت کنه اینجا مثلا اینه و فیل J4. اگه فیلی دو کنی که میزنم اینا اوکی دیگه، یعنی ما نمیدیم دو فیل به حریف. اما خب بعضی موقع وزیر B3 وزیر حالا 3-7 این فرقی نداره دیگه. اینجا H3 میکنه، حالا فیل اینجا J4 این میتونه دیگه بعد که بزنه با فیل J2 وضعش بهتر بشه. این لاینی هم که هستش که گفتم حالا شما در نظر داشته باشید. حالا بعد از چی از اینجا اومده دیگه، این اومده دیگه زده، یعنی اومده دو فیلو داده ولی گفته آقا من پوزیشنم چون محکمه دیگه نیازی نیست. میتونه دقیقا همون جلسه کنه فیلا رو مثلا بیاره بیرون اینطوری. اما ناکام رو یه حرکت خیلی جالبی انجام میده ولی خب قوی نیست اونقدر. رخو میذاره B1. رخ B1 با چه ایده ای دوستان؟ حرکت خیلی جالبیه. سوال براتون میاد آقا این چیه؟ الگوه چی هست؟ میخواد چیکار کنه؟ مثلا 3-5 کنه اینجا B4 و اینا بیاد توی بازی. بعد اینجا آرتین اول اسب میاد بیرون، اوکی متوجه میشه از حرکت اسب خوبه. اینجا دیگه ناکامورا 3-5 میکنه، میگه آقا من میخوام بیام. آرتین میگه چی؟ آقا نمیذارم تو B4 کنی. اگه B4 کنی اصلا این دیگه ساختار برای من جذاب نیست، چون اگه بزنی اینو میزنم دیگه. خب پس اینم از این، پس این نگران این موضوع نباشید. بعد از آسه اینجا B5 حرکت خوب، میتونست B6 هم انجام بده، میتونست B6 هم چون B4 میکنه بزنه اینجا تمپ میده و این حرکت رو میده به سفید. اما وقتی دیگه این خودش میره B5 میکنه اگه بزنه که دیگه اصلا جالب نیست، پس ما اصلا نمیریم تو این شاخه ما. خب پس این B5 حرکت خیلی قویه. اینجا سفید اچار میکنه این میزنه، معمولا سریع با آ میزنن اوکی میشه وضع. ولی ناکامورا اینجا اومد ریسکو کرد، یعنی اومد که من با رخ میزنم. حرکت رخ هم بد نیست ولی زیاد قوی نیست. این فیل از نظر من باید یه مانور اینجوری بده که بیاد توی بازی. این چیزی که من دوست دارم. اینجا E5 بازی میکنه آرتین، دمش گرم حرکت خیلی خوبی بود. اینجا آچار دیگه همینجا ناکامورا بد بازی میکنه و وزیر آ5 یه حرکت به شدت قوی. وزیر آ5 به شدت قوی. رخ برداری اینو میزنم بزنی، اگر بزن اینها دیگه میگه اینو میزنم رخ اینجا میگه از در 3-5 یا اول پس. اگه بزنه فیل لرنی وزیر D2 فیل B4 میخوای از B4 بندازی، میگه این D4 اصلا تمامه، اصلا تمامه صحبتشو نکنید اصلا دوستان. پس این هم از این چیزی که ما با هم در نظر داشته بودیم. حالا وزیر B3 دقیقا اینجا یک قرونی خیلی خوب میده آرتین. حرکت میتونی پیدا کنی، فکر کن باریکلا.
میگه اس در C5. میگه اگر بزنه حالا فیل داری میخوام اینو بزنم. روخ در ببند بد نیست، ولی خب وقتی میزنی دیگه با فیل میزنه تا F8. اوکی. ولی بازنده چون تفاوت عقبی. جالب اینه ناکامورا میگه آقا من میخوام دفاع کنم. ناکامورا تو ذهنش اینه که میتونه وضعیت رو دفاع کنه. آرتین میتونه اینو بزنه ولی رخ در آچار داره، پس اینجا حضور جالب نیستش که. آرتین یه حرکت خوب انتخاب میکنه، یعنی به موقع میگه من قلعه‌مو میرم فیلاسه، اینجا دیگه قلعه همه مهرام درست، حالا فقط یه کوچولو اذیت میکنیم. جالب اینه این شاه میذاره D1 ناکامورا و اینجاست که قلق بازی همینجا شروع میشه. D4 یا اول فصل میگه بهترش اینه که بزنی که زده با ای زده. حالا رفته آدو، ببین اصلا رفت تو کما. جالب اینه اسب بیچاره میزنه اینجا، داره میره جلو، اینا رو داره بزنه، این که نمیتونه تکون بخوره، پس عجله نداره. پس اینجا اصلا اسب داری. میگه شاه 3-1 اومد دفاع کرد اینو، ولی مهم نیست. میگه وزیر 3-7 یا اول، این غلط بود. میگه مثلا باید اینجا میزدی وزیر اینجا، میگه اسب 3-3 که اگر زد مثلا فیل در B4 یه همچین وضعیتایی رو بری کیش بیاد، مثلا میگه همچین وضعیتی رو بری وحشتناک قوی میشه. شاه 3-1 میاد وزیر رو میاد 3-7 میخواد بزنه مثلا همین چیزایی. اومد زد، حالا زد اینجا دیگه 3-5 برو عقب. ناکامورا اینجا باید مثلا چه کار میکرد؟ فیلو میامورد اینجا مثلا دیگه با رخ در آچار جواب دیگه اینو بزنه رخ در آس، اصلا نه برتری 6.5. پس خیلی جذاب این پوزیشن. پس اینجا 3-5 ناکامورا میزنه، اینجا کیش میره اینجا یو اینجا یالا بسه. آقا چیکار میخوای کنی اینو؟ هیچ راهی نداره. میگه بهترش اینه که این بره این بزنه، اصلا تا اینجا این کیش بده این بیاد رو F8 میخوام اینو بزنم. میگه بهترینش اینه که جالب اینه اینو نداره باز بیا، چون میگه رو قاپن میخوام اینو بزنم. بیا اینجا مات، عجب چیزیه دیگه. میگه از 3-1 اینم میزنه با روخ. حالا مثلا با به میزاد به نظر من بهتر بود، اینجوری بهتر میشه، خیلی اذیت میکنه. حالا با رخ زد اینو زد حمله ستون. بعد نگاه کنید دوستان اینا اوکی، این چیه؟ رخ هنوز حرکت 26 عدد نیومده بیرون. چرا باید زودتر بیای تو عزیز. وزیر رو گذاشته D3، رخ گذاشته B4 میخواد یا الله. شاه گذاشت B2 وزیر A5 میخواد کیش بده، اینجا کیش بده مات. مثلا این بیا کیش، نه ببخشید این نه، این کیش، اصلا خیلی خفن شد. حالا شاه 3-1 وزیر کیش اومده، یکیش رفته عقب رخ در B3. هیچ راه دفاعی نداره که بگه آقا این کیش و اینجا کارو در میاره. اینجا ناکامورا باز تسلیم نمیشه، اینجا دیگه مثلا ناکامورا دیگه تسلیم میشه، مثلا شاه اینجا کیش این مات. خیلی بازی جذابی بود. یه سری مرورش کنیم، سری در حد یه دقیقه بگیم چه نکاتی گفتیم. اینجا گفتیم D5 اس F3 اس F6 این E3. شاید این E3 جالب لاغ اول فیلشو در میاد بعد E3. به هر حال اینجا 3-6 گفتیم اینو اول E6 می6 نمیندازید، فیل اول میاری بیرون. حتی اینجا فیل J4 هم خوبه، مثلا این اگه اس کنه اینجا دیگه مثلا E6 میدونی اینا خوبه. بعد فیل اینجا گفتیم اول میاریم، اسب اومده اینجا اومده دو فیلو گرفته، فیل J4 رو براتون توضیح دادم و بعد از زدنش میزنه رخ B1 اسب اومده 3-5. اینجا آبن خیلی حرکت خوبیه و بعد از آسه اینجا گفتم که توضیح دادم اینجا B5 خیلی واقعا حرکت. شاید اینجا حالا دوستان این نکته اگر بزنه شاید اینم اوکی باشه، شاید مطمئن نیستم، ولی به نظرم بعد از B4 این میشد شانسایی ایجاد کرد. B4 قطع این با این رخ اشتباه بود، گفتم E5 و اینجا وزیر A5 که دیگه اینجاها با یه قربانی رفت داخل و کارو میشه گفت که در آورد، یعنی پوت کرد دیگه حریفو. و اینجا ما کلی
توضیح دادیم که میتونید دوباره نگاه کنید و اصلا لذت به واقعا خیلی جذاب بود بازی. مارتین اشرف دیگه بگیر نگیر داره و میزنه میتره کنه. خیلی خفنه، خیلی بازی کنه خفنیه. امیدوارم که لذت برده باشید. یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم بچه، به مناسبت روز پدر قراره که من 2 تا دوره برگزار کنم و یه دوره الگوهای ساختار الگوهای برنده که فوق العاده است. از 18 شروع میشه به صورت آنلاین و ویدیو هم ضبط میشه، میتونید سوالات رو سر کلاس بپرسید و اینا ضبط میشه و بعدا تقدیمتون میشه. از 18 تا بحث هست ثبت نام کنید. یه دوره دیگه هم هستش که ضد ایچار، یک بار برای همیشه یاد بگیر ضد ایچار بازی کن با سیاه، یاد بگیر. اونم از 18 شروع میشه، 8 الی 10 جلسه است، پنجشنبه جمعه هستش، میتونید یاد بگیرید و لذت ببرید. حریفاتو سرویس کن یه بار برای همیشه. توی کانال تلگرامم بیاید اونجا با خودم، کانال تلگرام، بعد آیدی خودم اون بالاه، بزنید داخل، بیاید با خودم صحبت کنید، سوالی دارید بپرسید، هرچی هست. به زودی زود میبینمتون. دمتون گرم.